میگن شبهای قدر شبهای سرنوشت هاست. میگن در این شبها خدا نگاه به دل همه بنده هاش میکنه و پیامبر نیز فرمودن که ماه رمضان سرور همه ماه ها و شبهای قدر سرور همه شب هاست. پس اگه حاجتی از خدا داری در این شبهای عزیز این دعا رو بخون: اللهم به حق هذا القرآن و به حق لیلة القدر استجب لی دعایی و لا تقطع من فضلک الرجای. یعنی بار الها به حق این قرآن و به حق این شبهای قدر دعایم را مستجاب کن و امیدم را ناامید نکن. این دعا رو بخون و همه چی رو بسپار به خدا. مطمئن باش همه دعاها اجابت میشه.